سلام دوستان، آموزش جدید دارم واسهتون برای رفع اشکال توی گردبافی که هم تعویض رنگ چطور انجام بدید و هم این که یه مشکلی که برای بافت گردبافی پیش میاد موقعی که دارید میبافید. ببینید الان مثلا این بافت، این قسمتی که میخواد رج بعد شروع بشه، قسمتایی که رج بعد میخواد شروع بشه، ببینید فاصله افتاده بینش و این خط رج ها که اومده رج بعد رو شروع کردین، اومدین بالا رج بعد رو شروع کردین، اینجا یه خط واسهتون انداخته و یه خورده تو بافت به چهره جالبی نداره و از اون تمیزی کارتون کم میشه. برای اینکه این مشکل رو تو بافت نداشته باشین باید چیکار کنین؟ ببینید این الان من بافتم یه مقدارشو، به انگار آخر رج رسیدم که میخوام وصل کنم به رج اول رجی که شروع کردم. خب ببینید اینجا من اول که به ضخامت نختون بستگی داره موقعی که دارید زنجیره ابتدای کار رو میزنید، یعنی میخواین زنجیره که میزنید میرید رج رو شروع میکنید، بسته به این ضخامت نختون تعداد زنجیرهاتون رو باید بزنید. اگه نختون ضخیم‌تره 2 تا زنجیره باید بزنید، اگر نختون نازکه 3 تا زنجیره باید بزنید که وقتی که دارید وصل میکنید این قسمت فاصله ایجاد نکنه که توی موقعی که گردبافی دارید انجام میدید این فاصله ها خط رج برای شما مشخص بکنه. الان من تو رج قبلی 2 تا پایه زدم، یعنی 2 تا زنجیره زدم، اومدم بالا و رجم رو شروع کردم و موقعی هم که میخوام وصل بکنم این سر زنجیره هامو میگیرم و این بست و این قسمت میزنم. نگاه کنید الان من هیچ خط رجی ندارم که نشون بده که رجم از کجا شروع شده و کجا تموم شده. الان میخوام رج بعد که شروع بکنم، ببینید اینجا توضیحش رو بهتون بدم. اینجا من الان 2 تا زنجیره میزنم کارم رو شروع میکنم، ولی بعضی افراد هستن که میاد 3 تا زنجیره میزنن. این گفتم بسته به ضخامت نختون باید زنجیرتون رو در نظر بگیرین و اینکه دستتون شل هست موقع بافت یا سفت میگیرید دستتون رو میبافید. من خودم چون دستم یه مقدار سفت هست موقع بافت، الان که میدونم پایه بعدی رو که میخوام بزنم، یعنی پایه بلندم رو که میزنم، ببینید قد پایه بلندم از 3 تا زنجیرم یه مقدار کوتاه‌تره. 3 زنجیره که اول کار زدم اومدم بالا، موقعی که بست رو میزنی اینجا یه فاصله ایجاد میشه و خط رج براتون مشخص میکنه و به خاطر این من توی کارم الان اینجا 2 تا زنجیره میزنم، با 2 تا زنجیره رج بعد رو شروع میکنم. حالا یک مشکل دیگه ای که بود برای تعویض رنگ بود که تعویض رنگم همینجا الان من چون میخواید تعویض رنگ انجام بدم همینجا بهتون توضیحشو میگم که این مشکلم برطرف بشه. ببینید یه تعویض رنگ اینجا داریم، به 2 صورت میتونم بهتون توضیح بدم برای تعویض رنگ. یکی که همینجا آخر رج که رسیدید نخ دومتون رو میارید و همیشه اینم باید در نظر داشته باشید که نخ دوم باید از زیر این نخ زمینه بیاد بیرون. نخی که بعد استفاده میکنید همیشه باید از زیرش استفاده بشه. این نخ از روی کار یه خورده جالب نمیشه، یعنی بد میشه پشت کارتون موقعی که دارید میبافید. این نخ برای رج بعد که میخوای استفاده بکنید زیر این نخ گیر کرده و یه خورده اذیتتون میکنه. برای همین سعی کنید موقعی که بخواید نخ از پشت میخواین استفاده بکنید نخ دومو از زیر نخ زمینه بیارید و ردش بکنید. خب ببینید اینجا همینطور که بهتون گفتم برای تعویض رنگ میارم سر قلاب از 3 تا زنجیره ابتدایی 2 تا زنجیره ابتدایی کارم میارم و از توی این زنجیره پای بلندم رد میکنم و اینجا نخم شروع میشه، رجم شروع میشه و شروع میکنم به استفاده از نخ دوم توی رجم. حالا یه روش دیگه که میشه برای تعویض رنگ استفاده بکنید اینه که ببینید اینو من باز کنم. الان اینجا که پای بلندم رو بافتم این قسمت رو این نخ رو ول میکنم، سر زنجیره رو ول میکنم و میام از اینجا، ببینید همین 2 تا دونه آخر که من زنجیره آخر پای بلندم رو زدم سر قلاب میبرم داخل و نخ رو میارم. اول از توی
این دوتا رد میکنم و میارم به سر زنجیرهای ابتدای کارم بست میزنم. خب اینجا بست میزنم و حالا این نخ رو از پشت میگیرم و نخش رو میکشم. ببینید این نخ کاملا رفت پشت کار و توی کار دیگه اذیت نمیکنه. اینم یه روش دیگه بود برای تعویض رنگتون و دوباره شروع میکنید به پای زنجیر زدن و ادامه کارتون رو انجام میدید. خب عزیزان، امیدوارم که این آموزشم به درستون بخوره و اگه مشکلی تو این زمینه داشتید برطرف بشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.